بیایم برای بار 670 یه بک‌گراند درست کنیم. همینجور که میدونید من تا الان هزاران بار برای ویدیوهای یوتیوب بک‌گراند درست کردم، اینجا درست کردم، اینجا درست کردم، اونجا درست کردم. حالا عکساشو براتون میذارم که چه بک‌گراندایی تا الان داشتیم، همه رو براتون نشون میدم و امروز هم قراره دوباره یه بک‌گراند دیگه درست کنیم. ولی خب بک‌گراندی که اینجا درست کرده بودیم به خاطر یه سری از اتفاقات فقط تونستم باهاش 4-5 تا ویدیو بگیرم، ولی این سری برگشتیم دوباره این بک‌گراند رو درست کنیم و بذاریم تو کار ویدیو کوبه. خودتون دیگه دارید اتاقو میبینید و موندم آقا اینجا دوباره بک‌گراند رو درست کنیم یا اینجا، اصلا هیچ ایده ای ندارم. و اینکه یه سری ما اینجا عکس هم چاپ کردیم، قرار اینا رو هم بچسبونیم. کاری با اینا ندارم، فقط الان باید شروع کنیم به مرتب سازی، ببینیم کجا به درد میخوره. قشنگ دیگه معلومه اتاق داغونه، پوکیده. Now you got me out in the deep, feeling I'll be wrapped around your neck. When you burn me out like a cigarette, yeah. Drifting in the city, no sleep. Don't know where we headed for next. Maybe we should get lost in a sweet escape. You tease me and you touch me. I'm gone. برای بک‌گراندمون چند تا قاب قدیمی پیدا کردم، پس رنگشون زدم و اینکه آماده کردم تا عکس‌ها رو بذاریم توش. چون یه دونه قاب کم داشتیم، من یه قاب دستسازم درست کردم که البته زیاد جالب نشد. بعد از اونجایی که ابعاد این قاب کوچیک بود، مجبور شدیم که تمام عکس‌ها رو کوچیک کنیم و توی قاب بذاریم و ببندیمش و آماده نصب بشه. یه دونه از قاب رو عکس گذاشتم توش و کاملش کردم و وقتی برگردوندم واقعا باورم نشد، خیلی خوب شده بود و رفتم سراغ بقیه عکس‌ها. اینا هم باید مثل اون عکسی که دیدید همشون برش بخورن، به خاطر اینکه قاب عکسایی که ما داریم کوچولوتره و دونه دونه تمام اینا رو باید برش بزنیم و میره توی قاب عکس و برای قسمت بعد دیگه آماده میشه. خب بچه ها این شد بک‌گراند ویدیومو. من دیگه نتونستم از نصب کردن اینا براتون فیلم بگیرم و بذارم، ولی خب دیگه این بک‌گراندمون شد و خب فکر میکنم دیگه خوبه دیگه. و دیگه حالا بک‌گراند داریم برای بار 1600 یعنی، ولی خب این خیلی بهتر از اون بک‌گراند قبلی است و یه بک‌گراند خیلی خوشگله. حالا بهتون توضیح میدم که حالا جریان این بک‌گراند و بک‌گراند قبلی چی و چرا جمع شد، آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. بیاین اول اینجا رو مرتب کنیم و ستابو بچینیم. بچه‌ها در نهایت این شد بک‌گراند جدید ما و من یه توضیح در مورد اون بک‌گراند قبلی بهتون بدم که چرا نیست و چرا اصلا یهو جمع شد. خب خدمت شما بگم که خب یک سری مشکلات اینجا پیش اومد و مجبور شدیم که تمام وسایل، نه فقط بک‌گراند و خیلی از چیزای خونه رو جمع کنیم و بفرستیم بره. و اینکه این بک‌گراندی که اینجا می‌بینید کلا 3 ماه بیشتر مهمون ما نیست و قراره که 3 ماه دیگه دوباره این بک‌گراند رو جمع کنیم
و از اینجا به طور کل بریم. و اگه دوست دارید ببینید زندگی من چی میشه، کانال رو سابسکرایب کنید چون قراره که از کلش ویدیو بگیرم و اینکه نظرتون هم در مورد بک‌گراند جدیدمون بگید. ولی خب از این به بعد هر روز ویدیو داریم. فعلا میبینمتون، چاکر مخلص، خدا